در جنت بازار هست. اهل جنت با همه نعمت ها که میرسن بازاری هست در جنت. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند که در او بازار از همه مهمتر چی فروخته میشه؟ حسن، زیباییه. اهل جنت میرن در اونجا برای خود حسن، زیبایی، از اون بازار برای خود بیشتر زیبایی بگیر. او جنت همه فروشی هست ولی کارت. امروزه در دنیا کارت های بانکی که انسان ها دارن و پول ها و سرمایه‌شان داخل بانک ها هست، او انسان مؤمن هم در آخرت بانک داره. این نماز شما در بانک الله ذخیره هست، این عبادت شما در بانک الله ذخیره هست. در آن روزی که به بازار جنت تو مسلمان داخل میشی، برای تو گفته میشه از این بازار هر چی دوست داری برای خود بگیر، همه از آن تو هست. تو قبلا سرمایه فرستاده بودی، قبلا عبادات تو و او زهد و تقوا و پرهیزگاری تو فرستاده شده بود. الله در این بازار صدا میکنه ای بندگان من، ای بندگان من، آیا آنچه که به شما وعده شده بود برای شما رسید؟ همه بندگان میگن بله یا الله، آنچه که وعده شده بود رسیده بود. از حور و از اون همه بالاخره ولدان و از همه اون متکئین و از همه فرش ها و بالش ها و همه نعمت های بالاخره همه برای ما رسیده یا الله، همه. الله سبحانه تعالی میگه نه، هنوز باقی مانده، هنوز چیزی مانده. ای بندگان محبوب من، ای کسانی که شما همه هوا و هوس را، همه بالاخره اون شیاطین جنی و انسی را شما در دنیا زیر پا کردید و به طرف من گام بر می داشتید، به خانه من گام بر می داشتید. بهترین جا برای شما در دنیا مسجد بود و بهترین سخن برای شما قال الله و قال الرسول بود. یک نعمت مانده، یکی از اونهایی که وعده شده چیست؟ بندگانش میگن یا الله، ما را از جهنم نجات دادی، ما را به بهترین مکان که جنت هست آوردی، دیگه چی مانده؟ الله سبحانه و تعالی میگه این مانده که وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. آن هنگام پرده برداشته می شود، آن هنگام پرده برداشته می شود و دیدار پروردگار نمایان می شود. هنگامی که انسان ها دیگه چشم به جمال پروردگار باز می کنند، پروردگاری که 70 سال او را سجده کرد، پروردگاری که ما ندیدیم کلامی او را شنیدیم و انبیای او برای ما فرستاده شده. وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. آن هنگامیه که بندگان طرف الله نگاه میکنن و الله طرف بندگان خود نظاره میکنه. چی لحظه عزیزان من که چشم این انسان ضعیف به دیدار احکم الحاکمین باز بشه. فمن كان يرجو لقاء ربه، کسی که امیدوار به لقای پروردگارش. یا الله، همه ما لقای تو را دوست داریم. پروردگارا اگر تو را دوست نمی داشتیم به این خانه نمی آمدیم. پروردگارا ضعیفیم، مخلوق ضعیفیم. یا الله پروردگارا، این فضل تو هست که ما را میپذیری و ما را تو قبول میکنی. اون لحظه که چشم انسان به دیدار پروردگار عالم باز میشه، بزرگترین نعمت، بالاترین نعمت برای اهل جنت دیدار پروردگار عالم هست. ملاقات با ذات احکم الحاکمین و اعدل العادلین هست.